الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. خدمت صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. این ماه مبارک ماه رحمت و شفقت، ماه عتق من النیران، ماه نجات از آتش جهنم، ماه نزول قرآن، ماه که شب قدر در خود دارد، این ماهی که رحمت و مغفرت، ماه جود و بخشندگی است برای همه شما عزیزان و بزرگواران، برای همه امت اسلامی تبریک عرض نموده. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق عبادت و بندگی خیش را عنایت بفرماید. عزیزان و بزرگواران، ماه مبارک رمضان فرصت عظیم و بزرگ است برای اینکه ما از گذشته خود، اگر در عبادت ما نقصان آمده، اگر به گناه و معصیت قدم برداشته باشیم، فرصت طلایی است برای جبران، برای توبه، برای اینکه آن نقص و نقائصی که در گذشته در اعمال ما صورت گرفته، آن را در این ماه جبران باید کرد. رمضان را فکر نکنید که ماه است به همین سادگی بیایه و بگذره و ما متوجه عظمتش نشویم. رمضان ماه توبه هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آیا از این جایزه بالاتر میخواهید؟ کسی که روزه بگیرد از روی ایمانداری و اخلاص کامل، الله سبحانه و تعالی گناهان گذشتهش را می آمرزد و می بخشد. آنهایی که شب زنده‌داری در ماه مبارک رمضان دارن و قیام شب دارن و نماز شب میخوانن و به حضور پروردگار در شب به راز و نیاز قرار دارن، که تو خواهر مسلمان و تو برادر مسلمان باشید، آیا میدانید جایزه چیست از جانب الله؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب زنده‌داری داشته باشه و از شبهای رمضان استفاده کنه، الله گناهان ما قبلش را میامرزه و میبخشه. رمضان ماهی است که رسول معظم اسلام میفرمایند: فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب الجحیم و سلسله الشیاطین. دروازه های جنت باز هست، دروازه های جهنم مسدود هست، شیاطین به زنجیر کشیده می شود. از این نعمت عظیم و بزرگ دیگر چی می خواهید ای خواهر مسلمان، ای برادر مسلمان؟ ماه مبارک رمضان ماهی است که در آن یک شب نهفته هست که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر. بهتر از 1000 ماه، یک شب بهتر از 1000 ماه. الله اکبر، الله اکبر. ماه مبارک رمضان ماه اجابت دعاست که رسول معظم اسلام میفرمایند: چند دعا رد نمی شود از درگاه الله سبحانه و تعالی. یعنی نزدیکترین لحظه اجابت دعا در ماه مبارک رمضان وقت افطار هست. رسول الله میفرمایند برای صائمین 2 فرحت و خوشحالی است. یک خوشحالی وقت افطار که افطار میکنه، یک خوشحالی لحظه‌ای که چشمش به دیدار پروردگار عالم باز میشه. پس
خواهر مسلمان، برادر مسلمان، ماه مبارک رمضان ماهی است. وقتی میگیم نزول قرآن یعنی از برکات قرآن استفاده کن، از معنا و مفهوم قرآن استفاده کن. وقتی میگیم ماه مبارک رمضان ماه شب قدر یعنی در این ماه قدرمند شو. وقتی میگیم ماه مبارک رمضان ماه جود و بخشندگی یعنی در این ماه کمک برای فقرا، برای مستضعفین و برای بینوایان داشته باش. وقتی میگیم ماه مبارک رمضان ماه شب زنده‌داری به معنای این هست که شب به پیشگاه الله سبحانه و تعالی دست بلند بکن و به راز و نیاز مصروف و مشغول شو. ماه مبارک رمضان چنین نیست که انسان وقتی روزه میگیره یک گوشه بخوابه و بالاخره روز را به خواب سپری کنه و شب را به خوردن سپری کنه. این روزه درست و کامل نمی شود. روزه کامل اینه که ماه مبارک رمضان ما را بیدار بکنه، آن گناهان گذشته ما را بسوزانه، آن قلبی که تا دیروز اگر جلاه نداشت، صفا نداشت، این قلب به نور عبادت الله سبحانه و تعالی تجلی بشه و جلا پیدا کنه. ماه مبارک رمضان ماه فتح، ماه فتوحات. وقتی ای برادر مسلمان، خواهر مسلمان، وقتی مطالعه کنید میبینید که اکثر فتوحات اسلامی و سربازان اسلام در ماه مبارک رمضان شمشیر به دست داشتن و علیه دشمنان می جنگیدن و فتح و ظفر و پیروزی در ماه مبارک رمضان به دست مسلمان ها آمد. از غزوه بدر گرفته تا فتح مکه گرفته و در این غزوات. پس امروز تو هم شمشیر را بر دست بگیر و علیه نفس و شیطان مبارزه کن. این نفس و شیطانی که انسان را میکشانه به طرف گناه و معصیت، به طرف هوا و هوس، به طرف خواهشات نفسانی. برادر مسلمان، خواهر مسلمان، همه ما باید در این ماه مبارک رمضان ما باید بر دشمنی که او را الله عدو مبین گفته، دشمن قوی و دشمن واضح و آشکارا گفته که او نفس هست و او شیطان هست و او ما را به بیراهه میکشانه اگر متوجه نشیم. این ماه مبارک رمضان ما باید با او غالب بشیم و دشمن باید مغلوب بشه. الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان را بر سر همه امت اسلامی به خوبی سپری کنه و ماه فتح و ظفر و پیروزی برای هم امت اسلامی بگردانه. الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان آن مسلمانانی که در هر گوشه از دنیا که به جنگ گرفتار هست، به غم و اندوه گرفتار هست، الله سبحانه و تعالی مسلمان ها را از غم و اندوه و از درد و از پریشانی نجات بدهد. کشورهایی که ناامن است الله سبحانه و تعالی امنیت قرآنی و امنیت اسلامی عنایت بفرماید. یک بار دیگر برای همه شما عزیزان و بزرگواران ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه شب قدر، ماه صلح و صفا و صمیمیت، ماه فتح و ظفر و پیروزی، ماه جود و سخاوت و بخشندگی، ماه اجابت دعا، ماه فضل و بخشش رب العالمین، این ماه عظیم و بزرگ را برای همه شما تبریک میگویم. پروردگار عالم و برکت این ماه قلم عفو خیش را بر گناهان همه ما بکشد و ما را به برکت و به وسیله این ماه مبارک رمضان ره سپار جنت الفردوس و رضایت خیش را نصیب همه صائمین داشته باشد و آن عزیزانی که روی بستر بیماری افتاده هستند و مریض هستند و نمیتوانند روزه بگیرن، الله جمیع مریضان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه و آنها را از اجر ثواب صائمین محروم نسازد. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.